سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم امروز با یه ویدیوی دیگه. از الان بگم که این ویدیو هم برای کلش پلیراست هم کال آف پلیراست. دلیلش هم جلوتر میگم. داخل کلش جدیدن این باگ میخوره خب که موقع مکانی شما رو ما سیستم پشتیبانی میکنه. داخل کال آف هم الان مثلا میخوایم بریم داخل کال آف، همونطور که الان کال آف پلیر رو دیگه میدونن دیگه، فقط همین صفحه میاد، این میاد اصلا نمیاد خب، یعنی فقط همین صفحه میمونه و آخرش میزنه که نت شما نمیدونم، شما نت نداری، نتتون ضعیفه. الان واسطین چند دقیقه چند دقیقه نه یولش فکرم 1 دقیقه طول میکشه که بیم. حالا این میخواد باگر رو نشون بده، بهتون میگم. برای کلش خب شما یه بار که با همون دی که بهتون میدم وارد بشید، مشکل اینا دقیقا همین باگو میگم. خب برای کلش یه بار وارد بشید خب تا یه مدت دیگه اصلا مشکلی ندارین، دوباره با نت خودتون میتونین راحت وارد بشید. اما واسه کالاف دوباره باید هر دفعه که میخواین وارد کالاف بشید باید این کار بکنید تا این باگ رفع بشه. خب دقیقا همین کد 1.1.1.1 رو میزنیم و استارت میکنیم. الان میریم دوباره کالاف رو باز کنیم، واسطین از اینجا باز نمیکنیم، این اول میدین اینور. خب از اینجا دوباره باز میکنیم و بدون هیچ مشکلی تمام باز میشه دیگه. فقط این که اینا باز کردین دی رو دیگه وسط دیگه صفحه لود شد دیگه، از اینا کنین دیگه، یعنی دی ان قطع کنین. اینا الان بدون هیچ مشکلی بازی داره لود میشه، اصلا مشکلی نداره. و نمیدونم چیه جدیدن هم داخل کلش شده هم داخل کالاف شده و گفتم چون که این درد هر دو پلی میخورن، هر دو بازی میخوره، و گفتم برای هر دو تو بگم. بعد همین دیگه. برای کلش هم میگم کلش یه بار که وارد بشین دیگه نیازی نیست که چی از نکنم. مثلا الان من بخوام دوباره برم داخل کلش اینا، خب حتی دی ان اس خاموش کنم خب واردش میشه. چرا؟ چون که قبلا چیز شده. خب یه بار بریم میدن تا یه مدتی واسهتون کار میکنه، دوباره دیدین باگ اومد دوباره دی ان اس بدن اینطوری و مشکل رفع میشه. همه قشنگ بدین از اینا همین دیگه. ویدیو ما همین بود. ممنون که با ما بودین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. قربونتون، خداحافظ.